بعض شخصیت ها دوستای خدا را دشنام می دهند عظم بالله و با عالم ها دشمنی دارند. حکم آنها چی است؟ دشنام دادن چی دوستای خدا باشند چی شخصیت عادی مؤمن و مسلمان باشه، این در شریعت اسلام حرام است برادران عزیز بزرگوار. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که سباب المسلم فسوق و قتاله کفر. تن دشنام دادن مسلمان این گمراهی هست، انسان گمراه می شود. و قتل مسلمان یعنی کشتن مسلمان این کفر است، یعنی گناه خیلی بزرگ است، گناه یعنی خیلی نابخشیدنی هست. چی جایی که دوستای خدا و اهل علم ها را داشت، بعد دیدن اهل علم ها این خیلی گمراهی است برادران عزیز بزرگوار. دوستای خدا یک مقاله دارن میگن لولا العلماء لکان الناس کالبهائم. میگه اگر عالم ها نمیبودن مردم مثل حیوان میگشتن. عالم است که ما را طرز عبادت و بندگی، طرز احترام پدر و مادر، دیگه کمبودی های زندگیمون برای ما یعنی بیان کرده است، برای ما تعلیم درس داده است. شخصیت هایی که با دوستای خدا دشمنی داره، حتی یک روایت، این حدیث صحیح هم بخاری هم مسلم روایت کردن، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتن که من عاد لی ولیا، حدیث قدسی رب العالمین گفته که من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب. گفتن هر شخصیتی که یک دوستی من با یک دوستی من دشمنی میکنه، من با ضد او جنگ اعلان میکنم. رب العالمین الله گفته است که هر انسانی که یک دوستی من بد میبینه، با یک دوستی من دشمنی میکنه، الله رب العالمین گفته من با او جنگ اعلان میکنم. جنگی با خدا میدونی چه برادر عزیز؟ امروز خطای دیده چه خیلی در جوش در آمده از جنگی با خدا. یک درد را به سوی تو میفرسته که تبابت نداره. لشکر ولله جنود السماوات والارض، نمرود علیه لعنه با خدا جنگ اعلان کرد، اما یک پشه را بزیدش خداوند فرستاد کارش یک سره کرد. ما در برابر یک موجودات، یک مخلوقات خدا قوت قدرت نداریم که استادگری کنیم. جنگی با خدا همینه. وقتی که انسان با یک دوستی خدا دشمنی کرد، یک اهل علم بد دید، این دشمنی با خدا هست. دشمنی با خدا باشه، رب العالمین تیارگی تا ببین، یعنی آمادگی تا ببین که من با تو جنگ اعلان دارم، لشکر ما به سوی تو میفرستم. به این خاطر برادر عزیز، عالم ها خیلی رب العالمین عالم ها را بسیار درجه بلند داده. در قرآن میگه استعذ بالله والذین اوتوا العلم درجات. میگه ما شخصیت هایی را که علم دادیم برای اونها یک درجه عالی، یک درجه خیلی بلند داده هستیم. اهل علم بد دیدن، دشمنی به اهل علم کردن، این دشمنی به پیغمبر است. جناب پیغمبر العلماء ورثة الانبیاء، عالم ها این وارثای پیغمبر ها هستند. عالم از پیغمبر چی چیزا میراث میبره؟ از پیغمبرها مال و ملک دنیا نمانده است، ای پیغمبر علم ماندگی است، قرآن مانده است، سنت مانده است. عالم است که ایرا برای من و شما بیان میکنه. دشمنی به علم، به اهل علم ها برادر عزیز، این گمراهی است. حکم این انسان فاسق میشود. فاسق یعنی گمراه، شخصیتی که راهی حقیقت گم کرده است، از راه شریعت بیرون برآمده است. به این خاطر برادر عزیز بزرگوار، با دوستای خدا دشمنی نکنه که این خیلی گناهش گناهی بزرگ است.